یک پادشاهی در زمانی وارد کار شد به نام محمد رضا شاه پهلوی. پس از رضا شاهی که وادارش کردند که بالاخره در همون قالب پادشاهی سلسله جدید رو تشکیل بده، در یک کشوری که هیچی نبود اجباراً یه قدرت رو متمرکز بکنه، مملکت رو سر و سامون بده، اولین نهادهای مدرن رو تو مملکت بیاره که قدیم نبود، نه مدرسه بود، نه دانشگاه بود، نه ارتش مدرنی بود و دیگه تاریخ نمیگم براتون، همه میتونن برن مطالعه بکنن. پسرش رو فرستاد سوئیس تحصیل بکنه که در بازگشت اونجا با یه فکر غربی مدرن آزاد عدالت اجتماعی و اینجور چیزا وارد شد. ولی اومدن هی کشیدنش تو کار، هی آوردنش تو کار، طوری شد که اون پادشاه آخر سر شد تصمیم گیر نهایی، تمام آسیب‌پذیرها رو به گردن افتاد. آخر سر اگه مخالف سیاست دولت بود مجبور به خودش درگیر بشه. خب ما آخرش به اینجا میرسه. حالا میخوایم بعد از این 40 سال تجربه و تجربه قبلی باز به اونجا برسیم. این سوالی است که من از طرفداران نظام پادشاهی میکنم که کدوم نظام پادشاهی؟ اگه میگی نه ما یک تصمیم گیر میخوایم که مسئول باشه، پس برید دنبال جمهوری. پادشاهی جوابشون نیست. اگه نظام پادشاهی میخوان بسیار خوب، به شرطی که مقام پادشاه کوچکترین وظیفه اجرایی نداشته باشه، چون اگه داشته باشه آسیب پذیر میشه و اگه اونه که کل ستون رو نگه می‌داره نمیخواین اون مهره رو آسیب پذیر بکنید، با وجود نمیاد. حالا اگه اینو تونستن بین خودتون حل بکنن بسیار خوب. برای همینه که من وارد این بحث نمیشم. برای همینه که مسئله برای من پادشاهی یا جمهوری نیست. مسئله برای من دموکراسی واقعی